با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. واکنش حکومت به بحران: انداز، باج و جریمه ها 25% بالا می روند. با وجود دستگیری های به آخر دولت، فعالیت تالکو ضررناک است. معلمان 15 مکتب کلاب 2 ماه باز معاش نگرفتند. دزدی در تاجیکستان به طور بی‌سابقه افزوده است. طبق لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی برای سال 2017 سال آینده باج و اندازها، جریمه و دیگر پرداختها 25% بالا خواهند رفت. در این لایحه آمده است که نشان دهنده برای حسابها از 40 سامانی به 50 سامانی خواهد رسید. ضمن بازبینی این نشان دهنده به قرب شوی احتمالی پول ملی به نظر گرفته می شود، اما درآمد مردم از جمله معاش به نظر گرفته نمی شود. ظاهراً با این بالابری حکومت می خواهد درآمد از انداز و باجها را بیشتر گرداند، اما به اندیشه کارشناسان احتمالی نتیجه برعکس دادن این کار بیشتر است. خیلی که از علم اقتصاد میدانیم منتظم بالوروی فشار اندازبندی به اقتصادیات در مرحله معین به واردات بودجه دولت تاثیر برعکس میرساند. یعنی وقتی از مرحله معین میگذرد واردات به بودجه آهسته آهسته کم شدن آغاز میکند. اجرا نشدن بودجه سال گذشته خودش مضمون آن را دارد که علاقه این سطح در تاجیکستان خیلی بلند است، یعنی سطح فشار اندازبندی در تاجیکستان از لازمه بلند است. البته این سطح با فشار فایزی اندازبندی به هر یک اقتصادیات به هر یک دولت گوناگون است و بستگی به چندین عامل ها دارد. وقتی فشار اندازبندی به سوبیکت های اقتصادیات وزنی می شود، آنها با هر راه می خواهند که انداز کم سپرند، ضرری کمتر بینند. مثال در اقتصادی که در آن عامل فساد جا ندارد یا تماما فساد وجود ندارد، انداز سپرنده مثال فعالیتش را کم میکند، یعنی استحصال محصولات استحصال کم میکند، شماره کارگران را کم میکند. یعنی در دولتی که فشار اندازبندی از سطح معین بالا میرود و آن اقتصادیات بی فساد دارد، بیکاری بالا میرود. ولی در آن مملکتی که سطح فساد بلند است، به مثال تاجیکستان، سوبیکت های اندازبندی یعنی مثال گوییم که تشکیلات و کارخانه و فابریکا میخواهند با هر راه ناقانونی از انداز گریزند. در بسیار حالتها این مسئله مثال با دادن پاره به خدمات نظارتی حل می شود. ممکن است در مدت معین با راه مأموری مجبوری کمی واردات به بودجه بلند شود، ولی این همه با نظرداشت پسشوی قرب آثار ملی و بالاروی بیکاری در مملکت هیچ از این تاثیر است. یعنی گفتن ممکن است که با این عملی حکومت تاجیکستان با اقتصادیات ضعیف تاجیکستان ضربه سخت میرساند و هیچ فایده ندارد، برعکس فقط ضرر میآورد. سال دوم است که با وجود بیشتر شدن قرضهای خارجی نقشه بودجه کشور اجرا نمی‌شوند. طبق اطلاع فروم جهانی اقتصادی کامپتیتیونیسم رپورت، تاجیکستان به سگانه کشورهای شامل می شود که در جهان از همه بیشتر بار مالیاتی دارند. لایحه قانونی درباره بودجه دولتی برای سال 2017 در بررسی حکومت قرار دارد. کلانترین کارخانه استحصالی تاجیکستان، شرکت استحصال آلومینی تالکو که آلومینی استحصال کرده آن یکی از 2 محصولات استراتژی کشور محسوب می شود، سر از سال 2005 تا امروز با ضرر فعالیت می کرده است. در این باره در یک گزارش مفصل وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع داده است. طبق این اطلاع وزارت مالیه، گذاشتن به سیستم تالینگی سبب شده است این شرکت از یک کارخانه فایده آور به ضرر آور تبدیل شود. برای مثال، اگر سال 2005 تالکو بیش از 61 میلیون سومانی فایده صاف به دست آورده بود، سال 2008 با وجود بالاروی نرخ آلومینی بیش از 77 میلیون سومانی ضرر دیده است. فرق نرخ آلومینی در سال 2008 نظر به سال 2005 $674 گفته شده است.
بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان نه تنها با ضرر فعالیت کرده است، بلکه شمار کارمندانش را هم کاهش داده است. طبق اطلاع وزارت اگر در تالکو سال 2010 10166 نفر کار می‌کردند، امروز شمار کارگران به 7900 نفر پایان آمده است. یعنی در 5 سال این شرکت 2266 نفر یا 23% کارگرانش را اختصار کرده است. حجم پرداخت اندازها از طرف این دیو صنعتی هم سال از سال کمتر می شوند. وزارت مالیه گفته است تالکو در سال 2013 146.8 میلیون سومانی انداز پرداخت کرده است که نسبت به سال 2012 77 میلیون سومانی کمتر است. سال 2014 این شرکت همگی کمی بیش از 97 میلیون سومانی انداز سپرده است. وزارت میگوید تالکو در نیم سال 2016 به دولت 51 میلیون و 600 هزار سومانی انداز سپرده است. خبرگزاری آزادگان در تکیه به گفته‌های رستم عزتوف، دیرکتور مکتب رقم 36 جماعت زیرک ناحیه کلاب اطلاع داده است که آموزگاران 15 دبستان ناحیه کلاب 2 ماه است معاش خود را نگرفته اند. یک گروه آموزگاران مکتب رقم 36 جماعت زیرک ناحیه کلاب شکایت نموده اند که طی 2 ماه آخر بدون معاش کار میکنند. آنها با نگرانی گفته اند که زندگی اکثر معلمان به معاشی میگرفته اشان وابسته است و همین یگانه واسطه درآمد است. آموزگاران این مکتب گفته اند که از مغازه های اطراف تا گرفتن معاش نوبتی محصولات مورد نیاز خود را به قرض می گیرند و حالا مغازه ها نیز مال خود را به آنها به قرض نمی دهند. از شعبه مالیه ناحیه کلاب در رابطه با این قضیه گفته اند که به دیر پرداخته شدن معاش آموزگاران محاسبان خود مکتب ها عیب دارند، چون آنها حساب و کتاب را در وقتش به عمل آورده در این باره به شعبه مالیه پیشنهاد نمی‌سازند. اما راهبران مکاتب میگویند این ادعای شعبه مالیه ناحیه کلاب به جز از خود سفید کنید چیز بیشتر نیست و همان مؤسسه هایی که در وقتش گلوی آنها را روغن میکنند مبلغ را از اولین ها شده دریافت میکنند. در تاجیکستان دزدی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. در اکثر شهرها دهه‌های بزرگ هفته نیست که دزدی به قید گرفته نشود. با اطلاع یک منبع ما در ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در شهر خوجند تنها در یک شب 18 حادثه دزدی به قید گرفته شده است. بیشتر خانه‌های مردم و دکان‌های سودا مورد حمله دزدان قرار می‌گیرند. با آغازشوی لیمیت برق دزدی هم افزایش یافته هر شب 10 حادثه های دزدی و غارت به قید گرفته می شوند. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. در پی حمله یک گروه مسلح به کالج پلیس بلوچستان پاکستان 48 نفر کشته و 117 نفر زخم برداشتند که تا امروز شمار جان باختگان به 59 نفر رسیده است. این گروه مسلح که از 5 یا 6 نفر عبارت بوده است و هنوز حیثیتش معلوم نشده است به کالج حربی که در 20 کیلومتری شهر کویت قرار دارد هجوم برده بیش از 500 نفر را اسیر گرفتند که بعداً به 200 نفر آنها میسر شده است فرار کنند. مقامات ترکیه اطلاع دادند که پس از آغاز عملیات سپری فرات 7741 نفر گریزگان سوریگی اختیاراً از ترکیه به سوریه برگشتند. پس از آزادکنی قسمت نزد سرحدی سوریه مقامات ترکی در آنجا شرایط بود و باش گریزگان را آماده کردند و چند شهرک را بازسازی میکنند. در حال حاضر در ترکیه نزدیک به 3 میلیون گریزگان سوریگی مسکن گرفته‌اند. پیسته و زعفران ایران در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی در فرانسه در زمره برترین خوراکی‌های جهانی قرار گرفتند. گفته می شود 95% زعفران مورد نیاز جهان را ایران استحصال می کند. با وجود این از 8% استحصال زعفران را ایران به خود اختصاص می دهد. همچنان که در کشورهای آسیای میانگی پخته را طلای سفید می نامند، زعفران را ایرانیان طلای سرخ نام می برند. همچنین پیسته ایرانی در این نمایشگاه دقت جهانیان را به خود جلب نمود. اینجا برنامه خبری پیام نیوز به پایان رسید. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید.
برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش‌های نوبتی خدا یار و مددگار شما.